سلام بچه‌ها. امروز من میخوام بعد از مدت‌های کاری کنم. اگه گفتیم چیکار خیلی وقته که من موهامو هیچ کاری نکردم و واقعا دلم تنوع میخواد. واسه همین بدون اینکه به کسی بگم رفتم آرایشگاه نوبت گرفتم، میخوام برام موهامو رنگ کنم. و یه چیزی که هست، من تا حالا نشده بدون اینکه از پیمان نظر بپرسم با موهام کاری کنم. همیشه ازن گفتم به نظر کوتاه کنم، رنگ کنم، اینجوری کنم. این سری بدون اینکه بهش بگم واسه خودم دارم میرم این کارو بکنم. خیلی دوست دارم بدونم ریاکشنش چیه. حتما از ریاکشنش واسهتون میذارم. الان منتظرم که تا نوبتم بشه برم. خب بچه ها، همونجور که میبینین کار موهای من تموم شد. خودم که خیلی دوستش دارم. نظر شما چیه؟ رفتم با آرایشگرم گفتم رنگ چشام میخوام، اونم دقیقا واسه من همون رنگی در آورد. خیلی دوستش دارم. راستش دوست نداشتم یهو از اون موی تیره بیام رو موهای روشن. گفتم کم 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 تغییر بدم. فقط الان منتظرم پیمان بیاد ریاکشنشو ببینم. شاید خیلی تغییر نکرده باشم، ولی خب از اینکه پیمان اصلا نمیدونست مطمئنم که خیلی سورپرایز میشه. بیشتر از رنگش از اینکه نگفتم سورپرایز میشه. بچه ها، پیمان اومد. الان هست که دیگه بیاد تو. خیلی دوست دارم بدونم ریاکشنش چیه. سلام. سلام. چه فیلم میگیری؟ خوبی؟ نه. نه. چطوره؟ رفتی کار خودت کردی؟ بهت گفتم مبارکه. چطور شد؟ من دوبی نمیدونم بهت بگم که عالی، خیلی قشنگ شد. مبارکت باشه، خیلی بهت میاد. تو چرا به من نگفتی؟ دیگه سورپرایز. مبارکه. متشکرم. مرسی. الان تو شوکم. نگاه. خب اینم از ریاکشن پیمان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. و یه چیز دیگه که میخوام از همینجا بهتون اعلام کنم اینه که بچه‌ها، من و پیمان تصمیم گرفتیم از این به بعد تو یوتیوب بیشتر فعالیت کنیم. خب مطمئنا واسه این کار احتیاج به حمایت شما داریم. خوشحال میشیم همونجور که تو اینستاگرام ما رو حمایت میکنین، اینجا هم همراه ما باشین، حمایت کنین ما رو. قرار از این به بعد کلی ویدیوهای خفن، کلی چالش‌های باحال با هم بریم و این میشه اولین ویدیو یوتیوب ما. خوشحال میشم نظراتتون رو برامون این زیر بنویسین و اینکه اگر که دوست داشتین چنل ما رو سابسکرایب کنین. دوستتون دارم.